بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز خوش آمدین. خب در این ویدیو ما میخوایم که به تنهای خدا بسازیم لیست ویو، البته در قسمت ادیت و دیلیت، و همچنان میخوایم که کارهایی کردیم نمیخوایم یک ریویوش کنیم، یعنی چطور کستم لیست ویو کار میکنه. خب ببینین محصلین عزیز، در این قسمت ما دیتابیس اوپن کردیم، درست، و توسط آبجکت دی بی ما کیوری کردیم، درست، یعنی سلکت کردیم از دیتابیس دیتا را و ریزلتش در کرسر اضافه کردیم و بعدا ما یک لیست ویو ساختیم به نام student list که از نوع تایپ student است، درستی کستم دیتا تایپ یا همون کلاس هست که ما ساختیم. در این قسمت همون کلاس ماست که در این قسمت کاملا وریبل های ماست و یک کانسترکتور داشتیم که توسط این کانسترکتور ما وریبل ها رو انیشالایز میکردیم و راه دیگر هم انیشالایز کردن بود که توسط فانکشن ها یا متد های ستاره را که ساختیم توسط تمام ادیمه شد که ست کنیم. اما طریقه آسانش ای بود که ما از کانسترکتور استفاده کنیم و دیگه متدای گیتر هم داشتیم. اگر بخوایم که از یه آبجکت از این کلاس ما دیتا را به دست بیاریم میشد که توسط متدای گیتر، یعنی get id، get age، get name، توسط از این متدا ما پراپرتی هایی که در این قسمت داشتیم را گت کنیم و به این شکل کلاس ما را ساختیم و دیتا تایپ از یه اری لیست ما را مشخص کردیم که student است، یعنی تنها آبجکت های از student در یه اری لیست ما اضافه کرده میتونیم. این کار را به این خاطر کردیم که ما مختلف ولیو ها را میتونیم در یه آبجکت ذخیره کنیم، درست، مثلا اینتیجر است، string است، بایت است، ما در این آبجکت استور کرده میتونیم در آبجکت student. پس یک آبجکت میتونه که چندین پراپرتیز داشته باشه، درست، مختلف پراپرتی هایی که داشتیم. و دیگه کار ما کردیم وایل لوپ بود که وایل لوپ البته توسط وایل لوپ ما از کرسر دیتا را رید کرده رفتیم و در این آبجکت در این student list که اضافه کرده رفتیم آبجکت های خود، درست. هر بار که دیتا رید می شد توسط کرسر ما او دیتا را می گرفتیم در یک آبجکت ذخیره می کردیم و بعد از او آبجکت در این student list، یعنی این آبجکت st در student list اضافه کرده می رفتیم، درست. تمامش توسط لوپ هر چقدر ریکارد که در این دیتابیس تیبل ما باشه تمام ریکاردات توسط وایل لوپ ریدش کردیم و در این اضافه کرده رفتیم به حیث آبجکت student. و بعدا در این قسمت ما لیست ویو خود انیشالایز کردیم، درست، و ادپتر خود ساختیم که توسط از این ادپتر ما دیتای خود، البته این دیتای خود، درست، دیتایی که داریم توسط ادپتر گرفتیم در لیست ویو شو کردیم، در لیست ویو فیلش کردیم، ستش کردیم دیتای خود و او هم در این قسمت است. ببینین ما کستم ادپتر که ساختیم این 3 پارامتر میگرفت. پارامتر آخرش که همون دیتای هست که ما میخوایم در لیست ویو شو شود، درست. ما اپلیکیشن ها رن میکنیم، ببینیم به این شکل دیتای ما چی میشه؟ در لیست ویو شو میشه. این دیتای که آمده البته این دیتا هست، درست، این دیتا هست و این همون لیاوت ماست که ما ساختیم. لیاوت هم درست، این لیاوت ما که در قسمت نشان داده میشه، این همون لیاوت ماست، کستم لیاوت که ما ساختیم و این هم همون کانتکست ماست که برش پاس کردیم و این ما کستم ادپتر که توسط از این ادپتر در لیست ویو تمام این دیتا ست شده همراه با از این لیاوت که در کستم ادپتر که است. ما در این قسمت که کستم ادپتر ساختیم در این قسمت ما یک کانسترکتور داریم که توسط کانسترکتور آبجکت از ام کانتکست انیشالایز کردیم و همچنان انفلیتر و student list، درست. انفلیتر از خاطر که آبجکتی است
لیست ویو خدا بسازیم، درست؟ از لیاوت خدا آبجکت از او را بسازیم، از خاطر ما آبجکت از این از البته انفلیتر آبجکتش ساختیم. و بعد student list، این لیستی که از او قسمت برای ما پاس شده، درست؟ در این قسمت که ما student list ساختیم، در این قسمت برش پاس کردیم، درست؟ در این قسمت student list ما ساخته شده و توسط وایل لوپ فیلش کردیم و بعد از او در این ادپتر ما پاسش کردیم که در این قسمت که پاس شده ما در این قسمت به دست آوردیم و این student list در این قسمت initialize کردیم، درست؟ این student در این initializeش کردیم و بعد توسط متد get view، یعنی متدی که در سوپر کلاس اری ادپتر موجود است که ما او رو اوورراید کردیم، درست؟ در این سوپر کلاس اصل این متد موجود است. ما اگر اجازه بیارم شاید حتما نشان بده. خب در این قسمت است go to declaration، اگر سپر بیم حتما متد به نام get view داره، درست؟ این متد get view است که ما این متد اوورراید کردیم، درست؟ این متد چرا اوورراید کردیم؟ از این خاطر که با هر تعدادی که در لیست ویو ما student list ما در student list یا در دیتا ما هر چقدر که دیتا باشه این متد کال شده میره، با اون تعداد کال شده میره و پوزیشنش هم در این موجود می باشه، درست؟ این پوزیشنش هم ست میشه وقتی که کال میشه. پس زمانی که کال شده رفت ما میخوایم که لیاوت بسازم، درست؟ البته گفتیم که به هر تعداد که ما در لیست ما ایتمز داشته باشیم با مو تعداد get view ما کار میشه. مثلا در اینجا در این ایتم ما میشه که 2 آبجکت از استودنت باشه یا 100 آبجکت از استودنت، 100 باری چی میشه؟ کال میشه و در هر بار کال شدنش ما یک لیاوت آبجکتش ساختیم، البته از لیاوت مای لیست، درست؟ این مای لیست لیاوت ساختیم، مای لیستی لیاوت آبجکت از این لیاوت ساختیم و آبجکت از این لیاوت ساختیم، درست؟ و بعدا ویوایی که داخل از این لیاوت داریم او رو در این قسمت انیشالایز کردیم به خاطر اکسس کردن از آنها. مثلا که ببینین مایده هم باید در این قسمت برم منظم هم شود. خب در این قسمت ببینین این ویوا رو ما داریم، تکست ویوا رو داریم و ایمیج ویو که ما در این قسمت تمام ای ویوا رو انیشالایز کردیم. از این خاطر کار کردیم که ما هر کدام ای ویوا را که دارم میره باید اکسس کنم و کستمایزش کنم یا والیوش ست کنم و در این قسمت ویوا را که تکست ویوا را که ساختیم اکسسش کردیم، درست؟ یعنی txt.name ست کردیم نیمشه و txt.f نیمشه ست کردیم، یعنی تمامی دیتا هایش ست کردیم و این دیتایی که ما داریم و البته در این آبجکت استور است، درست؟ و از این آبجکت نیمش گت کردیم. ببینین این آبجکت ما توسط پوزیشنش را گت کردیم که این آبجکت ما در این لیست ویو است، student list، البته اری لیست ما است، لیست ویو نه اری لیست ما student list که در این اری لیست ما به هر تعداد که ریکارد داشتیم با اون تعداد در او student list ما دیتا می داشته باشیم که توسط get و پوزیشن ما دیتا را چی میکنیم از این student list و آبجکت به دست میاریم که در این قسمت البته ما این آبجکت انیشالایز کردیم در قسمت، درست؟ و توسط کرسر آبجکت در او اضافه کردیم و بعدا ای get view البته توسط کنسترکتور ما و دیتا را گرفتیم در این student list اضافه کردیم و در این قسمت ما میتونیم که توسط پوزیشن از این student list دیتا را گت کنیم، درست؟ یا توسط ایندکس نمبرش که ما گفتم به هر تعدادی که دیتا در او student list داشته باشیم متد get view کال میشه. اگر 100 ریکارد داشته باشیم 100 بار کال میشه، پوزیشنش از 0 شروع میشه. پس ما میشه که توسط این پوزیشن او دیتا را که ما کار دارم به دست بیارم و او آبجکت گرفتیم از student list توسط از ایندکس نمبر پوزیشن و در این آبجکت ذخیره کردیم. ببینین بار اول که get view کال میشه ایندکس 0 می باشه پوزیشن، از student list پوزیشنش که 0 باشه او را
گت میکنه. البته او یک آبجکتی از استودنت است، یعنی آبجکتی از یه استودنت که در قسمت آبجکت اضافه کردیم. درست یه آبجکت است، آبجکت از استودنت است و او آبجکت استودنت در ای آبجکت استودنت رفرنس دادیم، ذخیرهش کردیم و در این قسمت توسط دات ست تکست از تکست ویو که تکست ویو داریم تکستش ست کردیم و دیتایش از این آبجکت گرفتیم. بار اول که کار میشه گفتیم اندکس 0 می باشه و استودنت آبجکتش در این ذخیره میشه و از این آبجکت ما استودنت گت کردیم نیمشه اف نیمشه به میشه که ایمیل همه دیتایشه و در رو تکست ویو نشان دادیم. درست بار اول که کال شد و بار دوم که کال میشه در اینجا اندکس 1 می دیتای آبجکت اول دومی که هسته که در پوزیشن 1 قرار داره در این استودنت ذخیره میشه. بعد هم این تکست ویو ست میشه و این نیم تو ذخیره میشه، یعنی به هر تعداد که باشه و تکست ویو کال شده میره. بار اول که کال شد در این قسمت میره، بار دوم، بار سوم، یعنی هر بار که کال شده میره ما این تکست ویو و ایمیج ویو یا همشه چی کردیم؟ انیشالایز کردیم. خب به شکل کستم ایمیج ویو ساختیم. درست، البته کستم لیست ویو ساختیم و به شکل کار میکنه. خب حالا ما میخوایم که در این قسمت دو بتن ایدیت داشته باشیم، ایدیت و دیلیت و دیگه میشه که تکسا را پس بلاک بسازیم. به نظرم بلاک خوبتر معلوم میشه چون دمو کالر اسکیمه که ما استفاده کردیم رنگ بلاک استفاده کرده بوده. میشه که اینا بلاک بسازیم. البته ما در متریال دیزاین در او پیش بار اول که ما ساختیم رنگ بلک پرفیر کرده بوده و میبینیم اینا. درست به شکل و یک بار اپلیکیشن خود رن میکنیم و میشه که بلدی لیبل هم داشته باشیم این شکل که شما در زبان سی شارپ یا HTML استفاده کردیم. درست به شکل آمد و ما میشه که ایره در قسمت کپی کنم و در قسمت پیست کنم. اورینتیشنش هورایزونتال است، ببینین اتوماتیکلی خود اجست میکنه و میشه که ویتش یک بگیریم یا دو یا فعلا سه است. درست است، نیاز نیست که ویتش تغییر بده و در قسمت آیدیاش ریموو میکنیم چون ما نمیخوایم تکست از این تکست ما تغییر بخوره. سیم که نوشته کردیم همون تکست بره نیم به شکل و اف نیم فادر نیم و همچنان ایمیل است، ایمیل و به می شکل age province ای که به شکل هایلایت شده، یعنی باید در فایل استرینگ ما ایره داشته باشیم از خاطر لوکالایزیشن که باید اضافه میکنیم و دیگه کورسز است، جندر کلان هم باید اضافه کنیم. درست به این شکل منظم ساختیم. حالا یک بار اپلیکیشن خود رن میکنیم میبینیم کلان مشکل نداشته باشه. درست به این شکل مقابل نیم آمده. به این شکل دیتای ما شو میشه. ما کورسز نداریم که شو به این شکل همش شما میشه که تکست بولد کنین. تکست استایل هم دارین که میشه از این تکست های لیبل ها را بولد کنیم یا میشه که از این نیم بولد کنیم. اصلا خب باید تکست لیبل ها بولد باشه. تکست استایل ببینیم ما بولد داریم، میشه که تکست ها را بولد کنیم. مقابل از اون بولد نشان داده میشه. البته ایدام باید بولد کنیم. درست به این شکل همه
بتنش بولد شد و حالا دوباره رانش میکنیم و ایمانیتر میبینیم. به این شکل تکس ما آماده است و به این شکل تکس ویو ما آماده است و ما از استفاده کرده میتونیم و دیگه این ایمیج هم در درس های بعدی ایمیج کار میکنیم که چطور میتونیم داینامیک ایمیج اپلود کنیم، ریپلیسش کنیم، ادیتش کنیم. خب ما در قسمت فعلا 2 بتن نیاز داریم. البته میشه که ایمیج ویو هم در یک لینیر لیات اضافه کنم و در پایین لینیر لیات ما 2 بتن میتونیم داشته باشیم، ادیت و دیلیت. لینیر لیات کات کردیم، match parent wrap کانتنت البته باید wrap کانتنت باشه و در قسمت پیست میکنیم و ای هم که سویت از ایره باید از این قسمت کات کنم، بدی اضافه کنم که مساوی تقسیم شود لیاوت ما و اورینتیشن از این که باید vertical باشه، orientation vertical. درست. و حال ما 2 بتن نیاز داریم. درست است. میشه که از بتن اضافه کنیم از تگ بتن و هم راب کانتنت هم راب کانتنت. درستش میشه که ماش پرن بگیریم به شکل بتن اولی ما و این هم بتن دومی ما که میشه از ایمیج کم ودش کم کنیم. سلاس میشه که 60 دی پی بگیریم و این هم 60 دی پی باشه به شکل 60 یا ببینم 70. خب میشه که مارجین داشته باشیم. درست. مارجین باتن 60 دی پی و در قسمت ایمیج است مارجین باتن 5 دی پی. فاصله از پایین داشته باشه. مارجین به این شکل ببینیم. خب درست شد. میشه که از لفت کمی زیادتر داشته باشیم در سنتر قرار بگیره. ببینیم لیاوت گریویتی درست. میشه که شما تگ لیاوت گریویتی را مشخص بسازین و ایتما سنتر قرار میده نظر به اون لیاوت و ایده هم میشه که در فشار بدیم. خب حالا بتن های ما آماده است و ایمیج ویو ما آماده است و بتن ما که است تکسش دیلیت است یا میشه که ایدیت باشه و این بتن دیگه که داریم این تکسش دیلیت بتن است. راستش به نظرم VTN دیلیت داریم، ایدیت نداریم. و حال تکس هایش مشخص ساختیم. میشه کالر از این بگراند ایدیت تغییر بدیم. ایدیت میشه که پرایمری کالر باشه و تکسش هم تکس کالرش میشه که واید باشه اندروید واید و به می شکل بتنه که داریم کالرش البته بگراندش باید رید باشه. رید کالر اگه ببینیم داشته باشه رید دارک است و رید لایت هم داره میشه که استفاده کنیم و تکس کالر اندروید واید درست. حالا منظم شد. البته ایده میشه که دارک شبیه دارک به شکل درست. حالا 2 بتن هم ساختیم و میشه که شما مارجین یا ویدش مشخص بسازین یا هایدش. به این شکل ما 2 بتن داریم و حالا اپلیکیشن خود دوباره رن میکنیم. درست. به این شکل ما تمام
height و width از این بطن بسیار بزرگ است، میشه که کوچک بسازیم. درست مثلا اینجا هایتش که هست میشه که CDP بگیریم به این شکل و بطن دیلیت هم میشه که CDP بگیریم و میشه که شما مارجن تاپ بدین و البته ایمیج پس DP کنیم DP. خب به شکل آماده است و یکم ایره باید 90 DP بسازم. حالا منظم شد دوباره رانش میکنیم. خب اینجا لیاوت هایت دوباره ما گرفتیم از خاطر ایرر داد و حالا جور شد و در این قسمت می خب به شکل آماده است و میشه که بطن ایدیت داشته باشیم که بالای بطن ایدیت کلیک کردیم، میخوایم دیتا ایدیت شو و دیلیت کلیک کردیم دیتا دیلیت شو و یک توست هم برمون بده. خب در این قسمت می عموم متدایی که ایدیت میکنیم دیلیت میکنیم همشه در مایدی به هلپر اضافه میکنیم برای ما ساده شود. درست ما در این قسمت مایدی به هلپر کلاس داریم، گفتیم که دیتابیس توسط از این کلاس مانج میکنیم و تمام متدایی که ما ضرورت داریم در این قسمت میسازیم و بعد این متد استفاده میکنیم و این کار برای ما ساده میسازه. خب پابلیک بولیان ریترن تایپ میگیریم، اگر ریکارد دیلیت شد ترو ریترن میکنیم، اگر دیلیت نشد فالس ریترن میکنیم و در این قسمت میشه که کانتکست هم داریم، اسکرین در اسکرین دیسپلی کنیم، شما از کانتکست هم استفاده کرده میتونین. درست و اگر میخواین مسیج توست در اسکرین دیسپلی کنین باید این کانتکست در این قسمت انیشالایز کنیم. خب این بار میشه که در این قسمت در مایدی به هلپر میشه که توست استفاده کنیم. ببینید در این قسمت ما کانتکست داریم و میشه که یا object از کانتکست داشته باشیم. context یا m context بانیم و در این قسمت که کنسترکتور ماست میشه که m context که object ساختیم انیشالایز کنیم. m context equal to context. این کانتکست زمانی که آبجکت از مایدی به هلپر میسازه این کانتکست آبجکتش پاس میشه و کانتکست ما در قسمت انیشالایز کردیم و حالا از کلاس توست هم در این متد ما استفاده کرده میتونیم. خب متد ما را با نام دیلیت student میسازیم و در قسمت برش از نام انتیجر آیدی را پاس میکنیم. نیاز نیست که ریترن کنم، نمیخوایم ریترن تایپ داشته باشه چون توست استفاده کردیم و میشه که در اسکرین دیسپلی کنیم اگر دیلیت شد. و یه آبجکت اسکیولایت دیتابیس نیاز داره که باید آبجکتش رو بسازیم get writable دیتابیس به خاطر که ما دیلیت میکنیم، دیلیت کوری رو انجام میدیم و آبجکت از نوع دیبی که داریم به نام دیبی داد متد دیلیت را کال میکنیم. نام کلاس در تاپ داریم در قسمت tbl name استفاده میکنیم و پارامتر دوم where کلاس است where id equal to سوالیه و پارامتر سوم ما که آرگومنت برش پاس میکنیم که میشه از آبجکت string داشته باشیم انانم از آبجکت و در قسمت میشه که id را برش پاس کنیم id داد. البته ای را باید کستش کنیم به string. درست به شکل alt انتر فشار بتین اتوماتیکلی اندروید استودیو را برای شما کست میکنه، کانورتش میکنه به نوع از دیتا تایپ string و در قسمت البته ایدی در قسمت پاس میشه و ایواز سوالیه ریپلیس میشه. مثلا اگر ایدی 1 بود ایدی equal to 1 نوشته میشه، اگر ایدی 2 بود ایدی equal to 2 نوشته میشه و به شکل ما میشه که ریکارد دیلیت کنیم و این رو را بر ما ریترن میکنه از نوع دیتا تایپ لانگ که میشه در این وریبل رو اضافه شده. خب اینجا ببینیم از if condition استفاده میکنیم. اگر if رو not equal to -1
این به این معنی است که روی ما دیلیت شد اگر مساوی با -1 نبود. ما میشه که تاست مسیج داشته باشیم و این کانتکست اتومات میگیره دیکارد دیلیتد و اگر دیلیت نشد ایلس هم میشه که داشته باشیم و این توست ما کپی پیست میکنیم و در این قسمت پیست میکنیم دیکارد not deleted و در اینجا record deleted. خب به این شکل اگر ریکارد دیلیت شد در اسکرین ریکارد دیلیتد نوشته میشه، اگر نشد در اسکرین not deleted نوشته میشه. خب این میتد حالا میخوایم که در my custom ادپتر خود استفاده کنیم. درست و در این قسمت ما باید آبجکت یا بتن ها رو داشته باشیم. در این قسمت میم بتن های ما کسته یا را یک آیدی میتیم ID btn delete و همچنان edit text ماست، البته edit و بتن delete ماست که هم باید ID بتیم edit btn edit. درست و حالا ما میخوایم آبجکت از ایره بسازیم. در این قسمت آبجکتش میسازیم. درست با استفاده از رو لیاوت که ما داریم. رو لیاوت میشه که آبجکت در این قسمت بسازیم button btn delete equal to row layout dot find view by id r dot id dot btn delete و میشه که بتن edit ما هم داشته باشیم btn edit equal to row layout dot find view by id r dot id dot btn edit و در اخیر سیمیکولن. و حالا ما میخوایم btn delete در این قسمت کال کنیم. btn delete که داریم آبجکت ساختیم set on click listener یعنی زمانی که بالایش کلیک شد new on click listener آبجکت برش پاس میکنیم و وقتی که بالای بتن delete کلیک شد method on click کال میشه و ما میخوایم که دیتا را delete کنیم. باید آبجکت از mydb helper داشته باشیم mydb helper db helper equal to new mydb helper و این از خاطر آبجکت mydb helper را میسازیم که در این کلاس ما متد به نام delete ساختیم mydb helper و در این قسمت از ما کانتکست میخواه و کانتکست هم داریم در تاپ این کانتکست را برش پاس میکنیم. البته در این قسمت ما کانتکست هم initialize کردیم و بعدا با استفاده از این کلاس mydb helper البته db helper است دات متد که به نام delete student داریم کال میکنیم و در این قسمت آبجکت از student که داریم دات get id را به دست میدیم. درست در این قسمت آبجکت از student داریم اگر این فاینال نباشه در این متد ما کار نمیکنه. درست و alt انتر فشار بتین میشه که او را اتوماتیکلی فاینال بسازه. درست حال ID از student داریم و توسط از این ID ما student از دیتابیس دیلیت میکنیم با استفاده از کلاس mydb helper. خب شما mydb helper را باید در این قسمت آن کلیک آبجکتش بسازین. اگر در این قسمت بسازین به هر تعداد که ویو بود البته ایتم در لیست student لیست ما باشه get view کال میشه و این زمانی که بالای از بتن کلیک شد بعدا آبجکتش ساخته میشه و student دیلیت میشه و در اسکرین برای ما deleted نشان میده. خب میبینیم اپلیکیشن خود رن میکنیم. خب در این قسمت میایم و دیلیت کلیک میکنیم ریکارد دیلیتد. خب یک چیز دیگه هم مونده. ما ریکارد دیلیت کردم اما کدام افکت در لیست ویو ما نکرد و حالا ما میخوایم که وقتی که ریکارد دیلیت شد این قسمت چی شود؟ فیلتر شود. ریکارد دیلیت شده از این لیست ریموو شود و هم میشه که از این استودنت لیست که داریم دیتا ماست دات ریموو و آبجکت را که ما ریموو میکنیم آبجکت برش پاس میکنیم که باز هم آبجکت در این قسمت داریم که به نام student است. یه آبجکت student ها پاس میکنیم و در اخیر سیمیکولن و وقتی که از این student list ما دیتا ریموو شد
با دیس ویو چی کنیم؟ notify data set change بگویم، یعنی دیتا ما کس چنج شده و دوباره اپلیکیشن خود رن میکنیم و حالا میبینیم و اگر ما دیلیت کنم باید لیست ویو ما چی شو؟ فیلتر شو. خب ببینین حالا یک نعیم است و دیگه کریم داریم، باید اگر نعیم ریموو کنم رحیم از این لیست شو ریموو شود، دیلیت میکنیم ریموو شد و لیست ما هم لیست ویو ما فیلتر شد. خب به شکل ما میشد که یک ریکارد از دیتابیس خود دیلیت کنیم. در ویدیو بعدی ما میخوایم که این ریکارد را ایدیت کنیم و از الرت بیلدر استفاده کنیم، یعنی به شکل یک پاپ اپ ویندو بیاید و در ویندو ما ریکاردهای خود البته ادیت کنیم. در قسمت نیم همه شکل داریم در ویندو، میخوایم از طریق از ویندو این ریکارد ما را ایدیتش کنیم.